سلام بچه، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من هانچو هم و چه خبر. و خلاصه بچه من کالیف آپدیت کنم، بعد دیگه گفتم تا آپدیت میشه مزرنت اون جدیدن ضعیف شده دیگه، گفتم بیام کامنت ها رو بخونم که اونور اون آپدیت چه از اون من کامنت ها رو ببینم. آقا همه گفتم بازی خوبی و فلان و بیسان. رسیدم به کامنت آقای سیگمای که یه ساعت پیش گذاشته، گفته نداشتن دنس قرآن خاطر خیلی مهمه. شما فکر کنین مثلا میاید مثلا توی کالاف، بعد مثلا یکی رو میزنی یارو فشاری میشه، جای اینکه دنس نیک زنی باید بگی الله اکبر، باید بشین رو قرآن. خب خیلی مهمه بچه، خیلی مهمیه. نداشتن زن با حجاب اینم خیلی مهمه. ما آرتری حالا ایسکرا یه ذره حجابش رعایت میکنه، ویوان هم یه کوچولو، ولی آرتری و اسکایلا و اینا همه باید روسنی میذارن و چیز بذارن، در واقع مقنعه حجاب رو رعایت کنن. اسکین حاج قاسم سلیمانی نداشتن پراید. آخه من مادر